کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک آگاهی بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان خبر داد که روزهای سیوم هفتم اپریل سال 2023 بر اثر بارانی‌ها در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی نواحی توبه جمهوری، ولایت ختلان سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها از احتمال دور نیست. روزهای چهارم ششم اپریل در رودخانه‌های یوخسو، قزلسو و دریاهایی که در جنوب قطارکوه‌های ایسار جاری می‌شوند سطح آب بالا می‌رود. این در حالی است که چند روز اخیر در مناطق گوناگون تاجیکستان باران‌های پرشدت الکی باعث آمدن سیل شدند. روز 31 مارس یک کودک 7 ساله در دهه باغ ابیب نویه مومن‌آباد که برای برادرش به کوه خوراک می‌برد در روزیر سیل مانده هلاک شد. علاوه بر این، کمیته ولایت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد که هوای نامساعد می‌تواند باعث آسیب دیدن ناقل‌های برق، شکستن درختان، آسیب دیدن بام خانه‌ها، انشاءات تبلیغاتی و رکلام‌ها شود. از این رو کمیته از همه خواسته است که هنگام در بیرون بودن از نزدیک شدن به خطای انتقال برق، درختان، لوحه‌های تبلیغاتی و انشاءات کم اعتماد خودداری نمایید. کمیته از ساکنان خواسته است قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. در چنین روزهای سیلبارش رفتن به صحرا و دامنکو به قصد جمع‌آوری زنبروغ، چار و چرانی، ماهی‌داری یا شکار مصلحت داده نمی‌شود.